به نام خداوند روزی دهنده مهربان. دوستان عزیزم سلام. توی این بخش از ویدیو میخوایم در مورد فیلیپ لول ها صحبت کنیم. شاید خیلی جاها اسم فیلیپ لول رو دیده باشید و ستاپ فیلیپ لول حتی داخل گوگل هم هست، ولی تمامی این منابع شما رو گمراه میکنن و فیلیپ لول های اصلی توی سبک ما مفهوم و درک دیگه ای دارن. فیلیپ لول ها شاید با یک سرچ ساده بتونید انواع و اقسام فیلیپ ها رو پیدا کنید توی سبک های مختلف، ولی این قول رو بهتون میدم که اون مفهومی که به شما ارائه میدن باعث میشه بیشتر و بیشتر گمراه بشین. چرا؟ چون هیچ کس تعریف درستی از فیلیپ لول ها تا به امروز نداشته و اگر هم تعریف درستی بوده بازگو نکردن و متاسفانه کسانی دارن این فیلیپ ها رو یاد میدن که خودشون صاحب سبک نیستن و عملا به قول معروف توتیوار میان اینها رو تکرار میکنن. چون خودشون صاحب سبک نیستن یک آموزشی رو میبینن و هر برداشتی خودشون داشته باشن به مخاطب ارائه میدن بدون اینکه اون رو حتی آزمون و خطا کرده باشن. فیلیپ لول ها در سبک متاچارت برای تاییدیه استفاده میشه و به عنوان تاییدیه نهایی برای تریدر هستش و زمانی که فیلیپ لول ها ستاپ فیلیپ لول ها اتفاق میفته و اون تیک تاییدیه برای ما میخوره که آیا وارد پوزیشن بشم یا نه. تمام. پس تریدر پشت چارت میدونه داره چی کار میکنه، دیگه گیج نیست آیا من الان وارد پوزیشن بشم یا نه و همین سوال باعث میشه که پا روی خیلی از ترسا بذاره، ناخودآگاه سایکولوژی اون تریدر هم درست بشه. پس فیلیپ لول ها مفهومی که الان دارن ارائه میدن توی سبک های مختلف یک مفهوم اشتباه هستش و فیلیپ لول ها بیشتر 80% مواقع برای تاییدیه ها استفاده میشه روش هم ترید کرد، ولی اون ستاپی که دارن الان میگن نه روی اون ستاپ، روی فیلیپ لول های درست مارکت که اصلا همین الان فیلیپ لول رو سرچ کنید چندین مفهوم میاد و اون مفهوم ها اشتباه هستن. چرا؟ چون فیلیپ لول ها باید به عنوان حمایت کننده ازشون استفاده بشه نه به عنوان ستاپ و جمع این 4 تا لول باعث میشه که فیلیپ لول اون مفهوم اصلی خودش رو پیدا کنه. جمع این 4 تا لول باعث میشه که استاپ لول، هانت لول و ام سی لول مفهوم اصلی خودشون رو پیدا کنن.